دود، آقای هدایت، نظر شما در مورد زندگی چیست؟ زندگی برای من همیشه مثل یک سفر پیچیده بوده که در آن سرنوشت و مرگ دو دوستی بی پایان هستند. مرگ برای افراد فرصتی است برای تجدید حیات در جهان دیگر. دیدگاه شما جالب است. از نظر روانشناسی، زندگی فرایندی پیچیده است که تجربیات و روابط ما با محیط و دیگران تشکیل می شود. مرگ نیز بخشی از چرخه طبیعی زندگی است و پذیرش آن می تواند به سلامت روانی کمک کند. اما گاه احساس می کنم که زندگی پر از ناامیدی و تنهایی است. رفتارهای انسانها و پیچیدگی‌های روحی آنها را چگونه باید درک کرد؟ تنهایی و ناامیدی احساساتی طبیعی هستند که هر انسانی ممکن است با آنها روبرو شود. اما با درک خود و یافتن حمایت مناسب میتوان راه بهتری برای زندگی پیدا کرد. شاید ادبیات و هنر راهی برای بیان این پیچیدگی‌ها و کمک به درک بهتر زندگی باشد. چه نظری دارید؟ کاملاً موافقم. بیان احساسات و تجربیات از طریق هنر میتواند فرایندی شفابخش و ترویج دهنده درک بهتر فرد و جامعه باشد. این گفتگو نمادی از تلاقی ادبیات و علم روانشناسی و درک عمیق‌تر زندگی و مرگ است.